نام خداوندی که خیر را در صلح گفته است. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی کنداز، سلام بر شما. امید است صحتمند بوده باشید. به این آرزو آغازگری ویژه گزارش مستند ما از فعالیت‌های صورت گرفته توسط رهبری ولایت کنداز در هفته کاهش خشونت‌ها از این رسانه ملی می‌شویم. همراهیمون کنید. در هفته کاهش خشونت‌ها در کشور، ولایت کنداز شاهد روزهای تاریخی، سرنوشت‌ساز و ملی بود. در این روزها گذشته از اینکه صدای جنگ، دود بارود و آژیر امبولانس‌ها در شهر در این انداز نبودند، مردم پیوسته به استقبال از هفته کاهش خشونت‌ها جشن‌های شادی برپا نموده، نفرت و انزجارشان را نسبت به جنگ‌ها بیان داشتند. در روز نخست هفته کاهش خشونت‌ها در کشور، اینجا در ولایت کنداز تعداد کثیر از علمای دین، بزرگان قومی، وکلای شورای ولایتی، فعالان مدنی، رسانه‌ها و جوانان در مرکز شهر آمده اقدام حکومت افغانستان مبنی به هفته کاهش خشونت‌ها در کشور را استقبال نمودند. آنان طی سخنرانی‌هایی که داشتند از طرف‌های درگیر به خصوص گروه طالبان خواستند تا از جنگ دست بردار شده در پروسه صلح، آبادی و بازسازی کشور به خصوص ولایت کنداز سهیم شوند. مونگ معلولین مایبین شهدا قربانیان جنگ افغانستان چې مونږ دفتر لرو کابل افغانستان باندې او زه د شورا د معلولین قربانیان جنگ ولایت د کندوز مسؤل یم. د دې کونډې رنډې یتیم او د معلول او د شهید ټول فریاد درته رسوم، خدای ته وګورئ، په دغه مسلمانانو باندې رحم وکړئ. نور جنگ بس دی، یتیمان نه غواړو، نور کونډې نه غواړو، نور مسلمانان در بدر خاک په سر نه غواړو. په دې وطن کې څه غم دی؟ مونږ د ډوډۍ په سر هر لحظه غم خورو، مونږ د ډوډۍ په سر هر لحظه ټوپک ډز اورو. یک نویدی، یک مژده‌ای، یک خوشخبری که امروز در کشور ما افغانستان بلند شده و برای ملت مسلمان افغانستان، برای ملت غیور افغانستان، با خصوص برای ملت شریف کندوز یک مژده بسیار عظیمی، یک نوید بسیار عظیمی که موضوع کاهش خشونت، موضوع تأمین صلح و امنیت در افغانستان است. ما قلباً خرسند هستیم، از این پروسه ما حمایت میکنیم و ما خوشحال هستیم و با امید همان روزی که همین پروسه کاهش خشونت، تأمین صلح و امنیت و ثبات در افغانستان، در کشور مظلوم جنگ زده ما این پروسه ادامه پیدا بکنه و این پروسه دوامدار شود. ما امروز از این کمبود خشونت یا از کم کردن خشونت ما استقبال میکنیم و تقاضای از این داریم که این کاهش خشونت به یک اوربند دوامدار تبدیل شود و این اوربند دوامدار به یک صلح دائمی، به یک صلح همیشگی در وطن ما تبدیل شود. فردای آن روز رهبری ملکی و نظامی کنداز در رأس عبدالجبار نعیمی والی ولایت، در حالی که رئیس و برخی از اعضای شورای ولایتی، فعالان مدنی، علما، بزرگان قومی، نمایندگان احزاب سیاسی و جوانان با اوشان همراه بودند، از جریان کار پروژه های انکشافی و زیربنایی کنداز نظارت نموده بر کیفیت و سرعت کار تأکید داشتند. در این برنامه نخست از مسجد نمونوی و سالن اجتماع در شهرک سریدوره دیدن نمودند. این مسجد در 2 طبقه ساخته شده است که ظرفیت 2000 نمازگزار را در یک وقت دارا می باشد و سالن اجتماع با گنجایش 1000 تن در جنب این مسجد نیز طراحی شده است. سپس جریان کار جمنازیوم ورزشی که ظرفیت 750 ورزشکار را دارا می باشد و در جنب مکتب ظریفی واقع شهرک سریدوره زیر کار قرار دارد نظارت نمودند. همچنان جمنازیوم ورزشی که در کنار میدان بزکشی از سوی ریاست تربیت بدنی کشور زیر ساخت و ساز قرار دارد نظارت نموده بر اتمام کار آن الا آغاز ماه حمل سال 1399 تأکید داشتند. یک پروگرام نظارتی از رهبری والی صاحب و اعضای محترم شورای ولایتی مردم کندوز که یک پروگرام بسیار خوب و مفید و مؤثر به مردم کندوز و اداره محلی بود. ما از طور به مردم شریف کندوز تبریک و تهنیت میکنم، بخصوص جناب والی صاحب و همه رؤسای ادارات و مردم شریف کندوز این دستاورد بزرگ به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
با این حال رهبری ولایت کندوز و همراهانشان از جریان کار و تزیین پارک تفریحی زنان و رستوران ویژه بانوان نیز نظارت نموده بر ایجاد سهولت‌های بیشتر تأکید نمودند. از سوی هم کار پارک تفریحی گروپ بی شهرک سر دوره که روی 10.5 رب زمین با هزینه 23 میلیون افغانی از بودجه وزارت مالیه هزینه برداشته است نیز نظارت نمودند. پارک معطل بنام پارک گروپ بی قسمت متصل سرک رساخاباد طرف رساخاباد موقع دارد. مساحت 10.5 رب زمین است و دارای ساختمان‌های اتاق‌های محافظ دو اتاق دارد، کانتین داره، مسجد شریف داره، تشنات داره، صاحبان داره و امثال بازیچه اطفال همه جز پارک‌های سبز همه جز داخل دیگه هست. روی پیسه‌اش از بودجه تشویقی وزارت مالیه است بالاتر از 3 میلیون افغانی این بودجه داره. درست در روز دوم هفته کاهش خشونت‌ها، رهبری ولایت کندوز کار پروژه‌های گاردروم ریاست اراضی، تعمیر لیلیه‌های پسران و دختران پوهنتون کندوز که هر کدام 174 میلیون افغانی از سوی واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری هزینه برداشته‌اند، تعمیر ریاست تجارت و صنایع که به ارزش 14 میلیون افغانی زیر کار قرار دارد و تعمیر خدمات مشتریان مقام ولایت نیز نظارت نمودند. در ختم این روز پس از نظارت از پروژه ها، رئیس شورای ولایتی و برخی از بزرگان قومی و نماینده علما طی برنامه ویژه از تلاش های عبدالجبار نیمی والی کندوز و توجه دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور بابت اهدای پروژه های اساسی و زیربنایی تشکری نموده حمایت های همه‌جانبه خویش را ابراز نمودند. امروز بازدید از پروژه های مهم و منفعی که در ولایت باستانی کندوز امروز ما و شما جمع دیدار کردیم، واقعا یک نوید بسیار بزرگ برای مردم ولایت کندوز است که امروز اولین نویدی که امروز ما و شما افتتاح بازدید کردیم که مسجد نمونه‌ای که واقعا در ولایت کندوز ما به این شکل مسجد زیبا که دارای سالون فاتحه خوانی و در 7.5 جری زمینی هم به تلاشی و کمکی و شبانه روزی جناب محترم والی ولایت کندوز بود که واقعا ما در راستای کمبودی زمین بسیار مشکل داشتیم، با تلاش کردیم در قبل از جناب محترم والی که ما زمین پیدا کنیم مسجد نمونه‌ای را بسازیم، اما اینها بسیار فداکاری کردند که مهمانخانه مقام ولایت را در اختیار ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت کندوز قرار دادند که ما و شما امروز شاهد بازدیدی بهترین مجتمع بزرگ و مسجد نمونه‌ای که انشاءالله روز شاهد افتتاح زیباترین مسجد در ولایت کندوز خواهیم بود. یا جمعیتی که ما شما چیزی که ما شما دیدیم کاملا فضل خود بسیار خوب بوده، از دیوای ورزش جاهای بسیار خوب ما شما نداشتیم، یک شاگردای ما کار که ورزشکارهای ما شما در اینجا پروگرام ورزشی را پیش برند. این پارکی که ما شما نزدیک دیدن کردیم در اینجا این پارک بسیار پارکی بسیار خوب بود. شاید این پروگرام ها تا ماه حمل و تا ماه سال بسیار باشکوه‌تر خواهد شد. این کارش منفعش برای مردم کندوز میرسد. اینی برای خصوصا در پانتون لیلی که روی دست ما شما دیدیم، این خود این چقدر مشکلات های محصولی ما را مردم خود این اهداف فصل میکنند. خود از این یک دستاورد بسیار عالی و بزرگ است. باید این مردم کندوز به این بسیار اظهار خوشی بکنند، خصوصا از جناب وادی صاحب ما جان سپاس تشکر میکنیم. قدمات بسیار مثبت در اعمال مجاهد کندوز برداشتند، کارها بسیار میکردند. شنیدن که وقت ما نمیدیدم با واقعیت ما گزارش را میشنیدیم، به این خوش ما تصور نمیکنیم و خدماتی که انجام شده در جناب مقام ولایت و جناب والی صاحب، ما مشکلات هایی که در مرکز از پروژه گرفتن چقدر سخت است و تطبیق لازم نظارت لازم همه چیز که به درازا نکشد، از همه چیز آگاه هستیم. یک عالم زحمت و یک عالم رنگزردی دارد. ما از جناب والی صاحب من نمایندگی از مردم تشکر میکنم و استقبال میکنم. امروز ما شاهد بازسازی یا عمران بودیم که مردم کندوز امیدوار به زندگی میکنن. هر قدر که ما در شهر کندوز بتانیم کار بکنیم
مردم ما همقدر به زندگی و دلبستگیشان به کندوز بیشتر و بیشتر میشه. با این حال والی کندوز نیز از رئیس جمهوری کشور در راستای منظوری پروژه ها و توجه به رفع نیازمندی های کندوزیان تشکری نموده از بزرگان این ولایت خواست که در کنار حکومت قرار گرفته از روند بازسازی و نوسازی نظارت و حمایت داشته باشند. اگر شما امروزی پروژه ها را از نزدیک نمیدیدین، هر کس که براتون چیزی میگفت باورتان نمیآمد. به این رقم عظمتی که شما دیدید در اینجا شما ببینید که چند انجینر مصرف کار هست، چند کارگر مصرف کار است و خرید فروخت موادی که هست و در پالیش مالی شما که از اینجا بالا میره از این باسازی است. این در باسازی دولت ما در اینجا مالی میگیره. پس ما از یک طرف کار با مردم پیدا کردیم، از دیگر طرف ما تانستیم که احتیاجات را رفع کنیم. خوشبختانه امروز کاری که میشه تا یک اندازه که ما دیدیم زحمتی که کشیده شده واقعا یک نوع با کیفیت و با یک رقم پیشرفت خوب اساسی داشت. چنان که گفتیم هفته کاهش خشونت ها در کشور روزهای تاریخی و ماندگار برای مردم کندوز بودند. در روز سوم این هفته عبدالجبار نعیمی والی کندوز در حالی که جمع کثیری از مسئولین، وکلای شورای ولایتی، علما، نمایندگان احزاب سیاسی، زنان و جوانان حضور داشتند، کار استفاده‌ریزی بخش دوم جاده میدان هوایی الا شهرک زیر دوره که نزدیک به 6 کیلومتر طول دارد و بیشتر از 148 میلیون افغانی از بودجه وزارت مالیه هزینه برداشته است را افتتاح نموده و این نوید خوش را برای مردم کندوز به فال نیک گرفتند. با این حال سخنرانان این پروژه را یکی از برنامه‌های زیرساختاری مهم و با اهمیت برای مردم کندوز عنوان نموده از تلاش‌های عبدالجبار نعیمی والی کندوز و پشتکار شبانه روزی که در سطح محل و مرکز کشور انجام داده اند تشکری نمودند. امروز در یک برنامه انکشافی، در یک برنامه آبادانی قرار داریم که همیشه بالایش حرف زده میشد و امروز روزی عمل است. با این افتخار میکنیم و این سخت استقبال میکنیم و ان شاء الله تعالی امیدوار هستیم که شاهد برنامه‌های بعدی هم مثل همین تو برنامه‌های انکشافی بوده باشیم. خیلی خرسند هستم که امروز در مجلس افتتاح پروژه که چندی قبل و زحمات والی صاحب ولایت کندوز و تلاش‌های همکاران محترمشان امروز عملی میشه اشتراک کردیم. افتتاح یک پروژه بسیار بزرگه که دو سرک میدان هوایی است که سرک دومش فعلا یک طرفه بود، جاده دومش افتتاح میشه و خیلی یک پروژه بسیار بزرگ که تلاش جلالت‌مآب والی صاحب در این زمینه قابل قدر است که اونا تانستن این پروژه را از مرکز به شکل اختصاصی بگیرن و تقاضای ما از مردم ولایت کندوزی است که تا به خاطر حمایت و حفاظت از این پروژه کار بکنن و تلاش بکنن. ولسونو دنده او وظیفه ده چې دغه پروژه نه باید حمایت کی او د مراقبت هم کی همکار اوسېږي ترڅو دا پروژه پلي شي په خطه طریق سره ترڅو مرکزی حکومت نور هم د توادر چې کندوز ولایت دغه لوی پروژه را. از سوی هم عبدالجبار نعیمی والی کندوز خدمت برای مردم را از بزرگترین آرمان و آرزوی خویش عنوان نموده، ضمن آنکه از دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و وزارت مالیه بابت منظوری این پروژه با اهمیت تشکری نمود. گفت در 2 سال گذشته اگر جنگ های تحمیلی در مرکز و ولسوالی های این ولایت سد راه برنامه های انکشافی واقع نمی شدند، بزرگترین خدمات زیربنایی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در این ولایت طرح و تطبیق می شدند. لومړی تاسو ټول ته تبریک وایم. به همه شما تبریک میگم. پروژه امروز پروژه زیربنایی و پروژه بسیار پر اهمیت ولایت کندوز است. د دې پروژه په ظاهرا 15.7 کیلومتر اما واقعا ډیر عجیب و غریب پړاوونه درلودل. روزی که ما جلسه مشورتی داشتیم تقریبا در حدود 200-300
کلانای قوم، متنفذین، علمای کرام، وکلای گذر و خواهران در اونجا تشریف داشتیم. وقت که ما صحبت داشتیم که راجع به انکشاف شهر و راجع به مصرف پلان شهر یک تعداد سوء تفاهمات موجود آمده. یکی میگفت دکان ما چپا میشه، دیگه میگفت خانه های ما چپا میشه. عجیب و غریب حالت را ما دیدیم و بدبختانه حق و لاحق معلومات را در اختیار مردم بود که هیچ نوع حقیقت نداشت. بالاخره ما وقتی که جلسه مشورتی خاتمه یافت 99% تمام اعضای جلسه پیشنهادی انکشاف شهر و پیشنهادی عملی شدن ساحات مستر پلان که امکان داد. به روز پنجشنبه که ششمین روز هفته کاهش خشونت‌ها در کشور به حساب می‌رفت، رهبری ولایت کندوز کمپاین نهالشانی را زیر شعار صلح و همدلی راه اندازی نمودند. در این کمپاین قرار است بیشتر از 26,000 اصل نهال زینتی و مسمر در سطح مرکز و ولسوالی‌های این ولایت از سوی ریاست زراعت توزیع و غرس شوند که هر کدام آنها در سرسبزی، شگفت‌آوری، رشد اقتصاد زارعین و جلوگیری از آلودگی هوا مؤثر تمام خواهند شد. برنامه‌ای که به همین منظور برگزار شده بود، مسئولان ولایت کندوز مردم را در جهت سرسبزی غرس نهال‌های زینتی، مسمر، آبیاری و نگهداری آنها تشویق و ترغیب نمودند. نن موږ په ولایت کې د نهالشانۍ پروګرام شروع کړ. زموږ د دولتي ادارو د ټولو مکلفیت دی چې په دې نهالشانۍ کې فعال رول، فعال سهم واخلي. په خاص توګه ښاروالي، زراعت ریاست او ورسره محیط زیست او اړونې ادارې دوی مخکش رول ولري. همدغسې زما توقع دا ده چې په ولایت کې علمای کرام، معلمان، شوراګانې، وکلای گذر او ټول خلک په دې کمپاین کې د نهالشانۍ فعاله ونډه واخلي. همدغسې توقع دا ده چې هغه مخالفین چې جنگ یې کاوه، هغه مخالفین چې په یو نوم په بل نوم باندې په مختلف ساحو کې مرمۍ ورولې، نن متوقع دا ده چې هغوی نن د دولت د وطن په آبادۍ کې سهم واخلي، د نهالشانۍ پروګرامونه شروع کړي، په خپل ساحو کې هغه څه وکړي چې په هغه کې هم خدای خوشحاله وي، هم د خدای مخلوق خوشحاله وي، هم د مځکې آبادي. در جریان هفته کاهش خشونت‌ها در کشور، رهبری ملکی و نظامی ولایت کندوز به ولسوالی امام صاحب سفر نموده ضمن دیدار با مردم، برگزاری جلسات امنیتی و اداری 7 پروژه بنیادی را افتتاح و مورد استفاده مردم قرار دادند و همچنان جریان کار کانکریت ریزی سرک بشکپه که 14 کیلومتر طول دارد نیز با سنگگذاری آغاز نمودند. حدود 5000 متعلم با استفاده این 11 مکاتب و دیگر مکاتب حدود 10 مکتب از طریق اختراع چې 1.3 میلیون پروژې هغه پروژې چې موږ تکمیل کړي او 9 میلیون په اندازه باندې هغه مخکې. همزمان در این هفته ترکمن‌های ولایت کندوز، متنفذین، تعداد از جوانان روشن ضمیر، فعالان مدنی و رسانه‌ها در چند برنامه جدا در سر چوک کندوز، ریاست سرحدات و قبایل، تالار اطلاعات و فرهنگ و مکتب ضمیر مادر از هفته کاهش خشونت‌ها در کشور استقبال نموده، افزون بر آن که بر آتشبس دائمی و تحکیم صلح سرتاسری تأکید داشتند، شب موسیقی، اتن ملی و رقابت‌های ورزشی را به همین نسبت برگزار نمودند.
در روز اخیر هفته کاهش خشونت‌ها در کشور که برابر با آدینه روز بود، عبدالجبار نیمی والی کندوز در حالی که برخی از مسئولین ادارات هوشان را همراهی می‌کردند به استادیوم ورزشی شهرک سر دوره رفته مسابقات بزکشی که به استقبال از هفته کاهش خشونت‌ها از طرف مقام ولایت برگزار شده بود دیدن نمودند و پیام صلح‌جویانه خویش را ارائه داشتند. بله دوستان عزیز، این بود فعالیت های صورت گرفته توسط رهبری ولایت در هفته کاهش خشونت ها. طور مستند تهیه و تقدیم حضورتان گردید. تا ارائه گزارش بعد، خدا نگهدار.